کلا سخت بزرگ شدم من تو زندگی، اذیت شدم. جوونای ایرانی همشون بیچارگی کشیدن به غیر از 5% که باباشون پولدار بودن و ساپورت شدن، ولی ماها واقعا نتونستیم. همیشه رو ترتنی بودیم، همیشه بی پول بودیم، همیشه سختی کشیدیم. سوختیم. فقط من نه. تو بعضی وقتا از سوختن رفیقت هم میسوزی، سوختن خانوادت میسوزی. خیلی وقتا شده داداش، خود من آدمی نیستم دروغ بگم، رفتم در فریزر خونه اونو با کردم، گوشت نداشتیم، مرغ نداشتیم، آخر ماه بوده خالی بودیم، نتونستیم گوشت و مرغ بگیریم. همه ی آدما همچین سختیایی الان دارن میکشن. به جون مادرم پول پاکت سیگارمو نداشتم بخرم، میرفتم از رفیقام میگیرم یه نخ سیگار میدی داداش. خیلی الان همه همینه، حقم دارن. تو کسی الان کمکت نکنه نمیتونی برای خود مغازه بزنی، برای خود یه کار را بندازی. کلا سخت بزرگ شدم من تو زندگی، اذیت شدم. جوونای ایرانی همشون بیچارگی کشیدن به غیر از 5% که باباشون پولدار بودن و ساپورت شدن، ولی ماها واقعا نتونستیم.